د افغانستان د کرنې او مالدارۍ نړیوال نندارتون ته ښه راغلاست. It's my first time, but it's completely different from what I imagined. People are very friendly, very approachable. They try and communicate. So I don't know Pashto or Afghani, but no, they try and speak to me in Urdu or yeah. And people are very friendly. They don't take money. They are like anywhere I went. I ask for food in a restaurant. They offer. They don't want to take money. خب فوزه یاوری هستم از ولایت بامیان، مسئول شرکت تجارتی تولیدات محصول طبیعی بلورا هست که محصول ما شامل قروت وطنی بامیان و همچنان عسل طبیعی بامیان میشه. اسم من محمد یوسف بهرامی است. 35 اول عمری کپند تقامه تندیس و اسم پدر محمد عارف است. ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله، چقدر خوب گپ میزنی. زندگی باشه، خوشی باشه، اهل ساله بزرگ شن و درسای خود ادامه بده. میتونی امروز شهزاد جانم. شهزاد جان بیجه باش که او یک ذره. سلام قندولک، خوب هستی؟ او ماشاءالله ماشاءالله. چطور هستی؟ باشی چطور؟ بیجه کلی کاکای ساعت شد. خوب است. آپ چرا خوش که دیجه؟ مایا کت چچمار. او چچمار خوش کردی؟ او را خانه ببر که بخیر بر تخم بدنی هر صبح کی بخوری. تخم خوش داری بخوری؟ خب بهترین و زعفران سوپرنگین خاص است. بعد از سوپرنگین میشه، بعد از اونگین میشه، بعد از اون انواع دیگه که داره. 12 نوع زعفران داریم. شرکت ما بزرگترین تولید کننده زعفران افغانستان است و بزرگترین صادر کننده زعفران افغانستان است. 14 سال متواتر ما بزرگترین صادر کننده زعفران افغانستانیم و خوشبختانه سال قبل زعفران شرکت ما در کل جهان مقام اول گرفت. سلامت باشین. همیشه که در اینجا نمایشگاه برگزار میشه عرفات جان میاد تشریف میاره. با نمایشگاه آمدی؟ نه چی چیز خوشت آمده این نمایشگاه؟ اون نمایشگاه خوشت آمده؟ کدی پدر جان آمدی؟ خب چی سوغاتی گرفتی؟ چی سوغاتی که خود میبری ال خانه؟ با ما چی گرفتی؟ این انگور خوب پریمان داریم دیگه. با دایرات کی میگه برار خوش آمدید به کابل. خوش آمدید. زنده باشین. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. عبدالرحیم عثمانی و رئیس اتحادیه لبنیات ولایت هرات. خواستم از دولت امارات اسلامی افغانستان اینه که جلو محصولات خارجی گرفته بشه که ما بتوانیم محصولات لبنیات خود جاگزین از کنه و خواهش ما از تمام همشهریان ما اینه که از محصولات داخلی کشور خود استفاده کنند. لارې بندېدو په دهقانو په باغدار او د دوی باندې ډېر تاثیرات اچوي. دې د خاطره چې کله صادرات صحیح نه وي نو هغه طبعا میوه پاتې کېږي، صادراتو باندې زور اچوي، نرخونه ټیټېږي، صحیح صادرات نه وي. اوس صادرات زموږ ته څه سخته دی.